و مناظره چلنج میدیم اگر طالب دولتش اسلامی میدانه برای 10% اسلامی بودن دولتشان بیان مناظره کنیم در یک رسانه بین المللی ثابت بکنن که 10% دولت ما اسلامیه. چه رقم میایه کسی میگه که دولت اسلامی است؟ دولت اسلامی که آزادی ما نداریم که ارزش جهانی بشر است، عدالت ما نداریم که ارزش جهانی بشریت است، حقوق شهروندی نداریم که همه ارزش های جهانی به ارتباط داره. کجای از اسلامی است؟ حکومت سلطه. خود طالبان مقر هستند که حکومتشان حکومت سلطه است. سلطه از دولت‌های مظالم و ظلمه گفته میشه در فقه اسلامی. دولت‌های ظلمه قیام در برابرشان از واجبات شرعی است. این دولت‌های خونریزی و سفاکی است، دولت استبداد است، دولت ظلمه است، دولت مظالم است، دولت جاهلیت است. قرآن از این به عنوان بغی یاد میکنه. بغی شامل تمام نوع تجاوز به شرف و کرامت انسانی و حقوق خدا است. و ینهاکم عن الفحشاء والمنکر والبغی. دولت منکر کس اسلامی نمیگه، دولت فحشا کس اسلامی نمیگه. اگر کسی میای اسلامیست میگه حتما یا به قرآن من نداره یا جهالت به قرآن داره. بین ظلم و عدل در اسلام قابل جمع